دوستان سلام، روز شنبهتون بخیر. در خدمتتون هستیم با 4مین بخش از رادیو پیک. آقا داشتم می اومدم یکی از دوستان میگفت که توی این برنامه رادیو پیک لحنتون زیاد خوب نیست، یه خورده تغییرش بدین. اینطوری بگم خوبه؟ دوستان سلام، حالتون چطوره؟ خوب هستین؟ رادیو پیک امشب، یا مثلا اینجوری بگم دوستان سلام، حالتون چطوره؟ خوب هستین؟ رادیو پیک امشب. این بد بود. خب حالا همه چی خوبه، همه چی رو به راهه، فقط لحنمون بده. شما هم به بزرگی خودتون ببخشید دیگه. ما هم از عنفوان جوانی بدین لحن سخن میگفتیم. عنفوانو داشتی اومدم برات. آب لیموی حال برد رفت، پیشواز بهار نارنج کیچه ها، آبجی خانم مرباش. نامه آقا محمود احمدی نژاد به ترامپ خیلی ترکونده. از اونجا که ایشون توسط خود مقام عظما قیچی شدن، رفتن تو کار نامه نگاری. اونم به کی؟ دونالد جان ترامپ. البته این جان مال اسمشه ها، منظورش دونالد جان نبوده مثلا محمود جان، نه قاطی کرد. جانمی جان 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 جان، اومدیم وای 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 وای، حال تو هی 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 هی، میگیریم های 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 های. حالا ببینیم چی نوشته. در مقدمه اومده که بسم المقام المعظم دون یدی و اسفندیار المشاییات و الختم روزگار المحمود الاحمدی نژاد. خب تو همین سطر اول ترامپ هنگ کرده و اصلا نفهمیده که موضوع چیه. حالا بعد خود این آقا محمود تاکید کرده که این نامه از یک انسان است به یک انسان دیگر. یعنی اگه اینو نمی نوشت ممکن بود که بگن این اولین نامه یه انتر هست به یک انسان دیگر. بعدم شروع کرده دیگه از مدیریت جهان و از بالا و رایحه مهرورزی و عدالت و آب و بریز اونجا که میسوزه. من واقعا تعجب میکنم. واقعا شما فکر میکنید که مشکل مردم ایران ترامپه؟ خلاصه 13 صفحه روده درازی کرده، خواستن خلاصش کنن، شده 20 صفحه. بابا ترامپ به مشاوراش گفته حوصله نداره و گزارش‌های ملی امنیتی رو کلا توی یه صفحه خلاصه کنن. حالا اون وقت نامه 13 صفحه‌ای ارسالی از محمود 5 ساله از گرمسار رو بشینه بخونه. عامل تبعیض و فساد، بنده احمدی نژاد، آقا پاسدار لومپن گورزاد، بنده احمدی نژاد. بعد این سنگ پای ولایت مدار در ادامه از ترامپ سوال کرده که چه کسی به دولت آمریکا مأموریت برقراری امنیت جهان داده؟ آقا محمود تو که لالایی بلدی، چرا خودت خوابت نمیبره؟ خب همین سوالو از مقام عظما میپرسیدی. من از شما میپرسم مقام عظما، چه کسی به عظما و برادران مأموریت برقراری امنیت خاورمیانه رو داده؟ کی گفته تو بحرین و یمن و سوریه و عراق و اینا و اونا هر کشوری که جنگ آخونده هم باید پای ماجرا باشه؟ هله محمود چخان بگو در چه حالی، میخوان بیان زیرت کنن به پا نمالی. هله محمود چخان بگو در چه حالی، میخوان بیان زیرت کنن به پا نمالی. در هر حال این نامه سند شد و تا الان آقای ترامپ جوابی نداده، ولی رادیو پیک حدس میزنه که جوابش باید یه چیزایی تو این مایه ها باشه. نامت خوندم خوب من، عشقی چه خوندم خوب من، یه لحظه بردم خودم و جای تو نشوندم خوب من. نوشته بود زندگی چنگ به دل نمیزنه، تو آسمون زندگی پرنده پر نمیزنه. آقا میگن آخوند اژه‌ای گوشتخوار که اصلا دیدنش خودش کفاره داره، برگشته گفته که اگه بابک زنجانی پولا رو بیاره و پس بده بهش ارفاق میشه، ولی خب در هر حال اعدام میشه. من نمیدونم ایشون قبل از این اظهارات کجا بوده، پا منقل عظما بوده، چون به نظر میرسه که بد توهم زده. خب آخه یعنی چی ارفاق میشه بعد اعدام میشه؟ یعنی چی؟ یعنی یک کم اعدامش میکنن، یا میخوان با کش دارش بزنن، یا مثلا رنگ تنابشو خودش انتخاب میکنه، شاید هم میخوان شفاعتشو بکنن نره جهنم. البته اینا تو مزخرف گفتن همشون اقتدا کردن به امام راحلشون که گفت خداوند انشاءالله همه ما را آدم کن.
در آستانه حماسه انتخابات 96 شاهد رقم خوردن یک حماسه عظیم هم هستیم توسط مقام عظما و شیخ فریدون روحانی به نام حماسه منقل. البته خود مقام عظما سالهاست که در جوار منقل مطهر خیمه زدن و دودو بگی که در نره. کل داستان رو اینطور تقدیمتون میکنیم تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. گاهی وقتام خب شعارم باید داد، مشتم باید گره کرد به جاش، فریادم باید زد، درسته، ولی همش که نمیشه. آدم با مشت که همش و خدا برای چی عقل به ما داده؟ و ترامپ به عنوان نامزد ریاست جمهوری امریکا گفته بود که من اگر به ریاست جمهوری برسم برجام رو پاره خواهم کرد. مقام معظم رهبری هم فرمودن اما اگر اونها نقض کنن و برجام رو پاره کنن ما برجام رو آتش میزنیم. خب ما کشوری هستیم که این قطعنامه رو به دست همونهایی که بعضیا فکر میکردن یه منقلی اینجا وجود داره، یه قطعنامه ایست، اینو میندازیم تو منقل آتش میگیره. یکی از عزیزان مسئول ما در روز شنبه گذشته در یه سخنرانیش میگه برخی فکر کردن یه منقل آتشی درست شده که برجام رو بندازن توش و تعهدات رو بندازن توش و آتش بزنن. خب بابا این حرف از یه مسئول این نظام در مقابل اظهارات مقام معظم رهبری که ستون خیمه این نظامه این چه معنا داره؟ دهن به دهن رهبری گذاشتن، یه جور مشت به صورت رهبری زدن، اینطور واسطادن. امروز 14 اسفند سالروز درگذشت مصدق، مردی که ایران رو به اندازه وسع همتش معنا داد. در برابر روح بزرگ اون پیشوای ملی سر تعظیم فرود میاریم. احمد آباد من را به من پس بده، مصدق کجایی؟ احمد آباد من را به من پس بده، مصدق کجایی؟ مصدق کجایی؟ مصدق کجایی؟